با درود از رادیو زودی با شما بینندگان عزیز، نویدی بمدودی رو من شالای گلخوجه تقدیم شما میکنم و سپاس میگم که با ما هستید و برایتان برور میخوایم. و حالا توجه کنید به خبرهایی که من در دست دارم. دلیر شریف روزنامه‌نگار و تحلیلگر توجیک اینک 2 روز می شود در بازپرسی کمیته امنیت قرار دارد. پدرش عبدالمنون شریف شام 29 ینور با دلیر ملاقات کوتاه داشته است و در صحبت با رادیو زودی گفت دیدم سلامتیش خوب است. دلیر به من گفت که فشار نآوردند و بازپرسی هنوز ادامه دارد. عبدالمنون شریف گفت از این بیشتر چیزی نمیداند. در حال حاضر برای حمایت از حقوق دلیر شریف مرکز مستقلی اید به حقوق انسان آمادگی کرده است و از این سازمان یک وکیل هم جدا شده است. طبق آخرین خبرها مقامات مراجعت وکیل دفاع را قبول کردند، اما تا هنوز وکیل دفاع با دلیر ملاقات نداشته است. معلوم نیست که او در چه وضع قرار دارد و بازپرسی او را در کدام شکل دایر میکنند و بازپرسیش درباره چیست. کوشش‌های رادیو زودی برای پیدا کردن اطلاع از مقامات امنیتی ملی روز 29 ینور تا این دم به نتیجه بود. سازمان‌های ژورنالیستی تاجیکستان از جمله اتفاق ژورنالیستان و دیگران تا به حال رسما در این باره اظهار نظر نکردند. نوریدین قرشبویف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان یونان سمیت میگوید قضیه مذکور را پیگیری دارند. بعد از ظهر 29 ینور زلزله قلمرو تاجیکستان را تکاند. سازمان مستقل نشان داده است که مرکزی زمین لرزه در 168 کیلومتری شرق تاجیکستان در وادی رشت بوده. شدت آن 5.3 درجه ریختر است. مرکزی زلزله شناسی تاجیکستان مرکز این زمین جنبی را ناحیه سنگوار در شرق تاجیکستان گفته است. به اطلاع منبع شدت زلزله در مرکز آن 5 یا 6 بال را تشکیل داده است. تا به حال معلوم نیست این زلزله در مرکز آن خسارات در پی داشته است یا نه و باید گفت تاجیکستان در یکی از منطقه‌های زلزله خیز قاره آسیا جایگیر است و در گذشته بر اثر زمین لرزه خانه‌ها ویران شدند. پالاتای صوبی تاجیکستان چند لحظه پیش از این نشست خبری گفت سنجش این نهاد معین کرده است که شرکت برق توجیک فعالیتش را در 1.5 سال گذشته با بیش از 3 میلیارد سومانی ضرر جمع بست کرده است. مقامات شرکت برق توجیک هیچگاه چنین چیز را اعتراف نکردند. قبلا نیز برخی شرکت‌های اودیتوری خارجی گفته بودند فعالیت شرکت برق توجیک ضرر آور است. در 7 سال اخیر بار اول است که پالاتای حساب شرکت برق توجیک را مورد سنجش قرار می‌دهند و این نهاد بارها از سوی کارشناسان برای ناشفاف بودن فعالیتش مورد انتقاد قرار گرفته است و مسئولین شرکت باشد همیشه این انتقادها را رد کردند. بینندگان عزیز، در دوام روز ما به این موضوع حتما برمیگردیم. مقامات تاجیکستان و ازبکستان مسئله بنیاد نیروگاه برقی آبی مشترک را در رودخانه زرافشان بررسی کردند. گفتگوی گروه‌های کاری دو کشور در این زمینه 28 ینور در شهر تاشکند برگزار شد. با آگاهی وزارت انرژی ازبکستان در گفتگو لایحه سازشنامه میان حکومت‌های تاجیکستان و ازبکستان درباره ترتیب و شرط‌های اشتراک در بنیاد نیروگاه بررسی شده است. در دایره لایحه قرار است در مرحله اول نیروگاه یاوان با اقتدار 140 مگاوات بنیاد کرده شود که 282 میلیون دلار خرج دارد. در مرحله دوم جانب‌ها امکان بنیاد نیروگاه در فوندریو را با خرج 270 میلیون دلار بررسی دارند که اقتدارش 135 مگاوات میباشد. مسئله اشتراک تاشکند در بنیاد دو نیروگاه در تاجیکستان ماه آگوست سال 2018 در جریان ملاقات پرزیدنت کشور امالی رحمان با همتای ازبک شوکت میرزیویف بررسی شده بود. قرار است امروز مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا برای دیدار و گفتگو با رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی وارد شهر کیف پایتخت اوکراین شود. او بعداً به بلاروس، قزاقستان و ازبکستان می‌رود. سفر دیپلماتی بلندپایه آمریکا به کیف در روز 30 ینور در زمانی صورت می‌گیرد که محکمه پرونده اعلان ناباوری بر رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در سنا پالاتای بالایی کنگره ادامه دارد. دونالد ترامپ را به آن متهم می‌کنند که با سوء استفاده از مقامش اختصاص کمک نظامی به اوکراین را بازداشته از رهبران این کشور خواسته است در تحقیق فعالیت‌های رقیبان سیاسی او مساعدت کنند.
مقامات رسمی افغانستان میگویند جنگجویان طالب با حمله به یک پاسگاه امنیتی در ولایت قندوز 13 سرباز و ماموران پلیس را کشتند. صفی‌الله امیری عضو مجلس ولایتی قندوز روز 29 ینوار گفت که در حمله در همین روز در ناحیه دشت ارچی همچنین 8 سرباز و 4 مامور پلیس زخمی شدند و 2 نفر دیگرشان به اسارت طالبان افتادند. سعدالدین سعید رئیس ناحیه دشت ارچی گفت که درگیری با مقاومت با طالبان تا صبح ادامه کرده است. طالبان مسئولیت حمله را بر دوش گرفتند. یک روز پیشتر از این جنگجویان طالب با حمله به یک کارگاه پلیس در ولایت بغلان 10 افسر را کشتند. وزیر نقلیات تاجیکستان برخلاف اظهارات 3 ماه قبلش از کار شرکت ایرس مسئول نگاهبین و جمع‌آوری پول در روز دوشنبه چناق ستایش نمود. خدایارزاده ماه اکتبر سال گذشته در جلسه وزارت گفته بود که از بی‌مسئولیتی کارمندان ایرس در روز دوشنبه خوجند تنگ شوی به وجود می‌آید و عین زمان شرکت را به خودسری هنگام پیشنهاد حسابات به مقامات گناهکار کرد. او روز 29 ینوار امسال در نشست مطبوعاتی در دوشنبه برعکس فعالیت شرکت ایرس را خوب ارزیابی نمود و گفت اگر این را پولکی نمیشد نگهداری آن را در سطحی که اعلی هست نمیتوانستیم اجرا کنیم. شرکت ایرس که حالا متصدی نگاهبین و جمع‌آوری پول در روز دوشنبه چناق را به عهده دارد سال 2009 در منطقه آفشوری ویرجینیا بریتانیا ثبت نام شده است. مالکان اساسی شرکت تا به حال برای جامعه تاجیکستان معلوم نیست. دوستان شهر کلوب نسبت فرهادی عزیزمت جوانی که با گمانی قصد آتش زدن ارچه سال نوی دستگیر شده بود پرونده جنایتی باز کرده است. فرهادی عزیزمت ساکن 27 ساله شهر کلوب را روز 24 دکبر امسال بعد کوششی به گفته مقامات آتش زدن ارچه سال نوی و حمله به مأمور ملیسا بازداشت کردند. رحمان علی امامزاده دوستان شهر کلوب زمین نشست خبری گفت که فرهادی عزیزمت را از تشخیص گذراندن و تشخیص او را سالم برآورد. دوستان گفت که نسبت او با مدعی اوباشی پرونده شده در بازداشتگاه موقتی نگاه داشته می شود. او گفت از دادن بیانات خودداری کرده خاموشی را اختیار نموده است، اما نزدیکانش زمان بازداشتش گفته بودند وی پس از آزاد شدن از زندان در سال 2016 از بیماری روانی رنج می کشید و احتمال رفتار اخیرش برقصدانه نیست. و بینندگان عزیز در پایان صحبت چون همیشه از قرب اسعار خارجی برای امروز یادآور میشویم که از طرف بانک ملی این گونه تعیین شده است $1 9 سومونی و 69 درم است، $1 یورو 10 سومونی و 66 درم را تشکیل میکند و 1000 روبل روسی 154 سومونی مقرر شده است. این چند خبری بود که من برای شما در این صبح بر گفتم و یادتان نرود که در دوام روز بازم با شما ملاقات خواهیم داشت و امیدواریم در پخش مستقیم ما رو همراهی میکنید. روزتان بخیر باشه.